بامداد خمار، فصل دوم، قسمت 5. نوشته فتانه حاج سید جوادی. سه از باغ شمیران رو پشت قبالم انداخت، ولی هیهات. کسی از جشن عروسی حرفی نزد. نمیشد جشن گرفت به خاطر نیمتاج. دلش میسوخت. این دیگه فوق طاقت او بود. یک شب عمو و زنبو، خواهرها و برادرها، دخترعموها و پسرعموها با همسران، با بچه‌هاشون و خاله جان و عمه جان به تنهایی به منزل ما اومدن. مثل یک مهمونی. خودم هم به همراه دایه پذیرایی می‌کردم. نشستیم و گفتیم و خندیدیم. چای شیرینی خوردیم و آقا اومد و ما رو عقد کرد. باز آرزوی جشن عروسی به دلم بود. منصور من رو به باغ شمیران به خونه خودش برد. ساختمان مفصل باغ در قسمت شمال به نیمتاج و بچه‌اش تعلق داشت. من رو به قسمت جنوبی برد. ساختمان نوساز نقلی با 2-3 اتاق که از ساختمان شمالی حدود 100 متر فاصله داشت. این فاصله با یک حوض پرآب، درختای میوه و چند باغچه در جلوی ساختمان شمالی و یک باغچه در مقابل ساختمان جنوبی پر شده بود. ساختمان جنوبی برای اشرف خانم ساخته شده بود. اونجا خونه من شد. نیمتاج خونه نبود. با بچه‌ها 1 ماه به زیارت رفته بود. به مشهد رفته بود. میدونستم چرا. خونه رو برای ما گذاشته بود. میدونستم امشب که دل منصور شاده، در دل نیمتاج چه غوغایی برپاست. در خونه کوچیکم چیزی کم و کس نبود. یا پدرم جواز داده بود و یا منصور تهیه کرده بود. با خونه قبلیم زمین تا آسمون تفاوت داشت. منصور مهربان بود. دلباخته من بود. شوریده حالی او گذشته خودم رو به یاد می آورد. با او محبت داشتم. دلم براش می سوخت، ولی نسبت به او سرد و بی تفاوت بودم و می کوشیدم به این راز پی نبرم. رخت خواب‌های ساتن رو روی تخت خواب فنری که پای و میلای برنزی داشت انداخته بودند. کنار پنجره ایستاده بودم و به ساختمان نیمتاج نگاه می‌کردم. قسمت اصلی این خونه اون ساختمون بود. منصور لب تخت نشسته بود و تماشام می‌کرد. میدونی محبوبه، فقط موهای پریشونت که روی شونت ریخته نیست که دل من رو میبره. فقط صورتت نیست که انقدر زیباست. انگار مست و مخمور شدی. صوفی منش شدی. خندیدم و گفتم وقتی در جمع هستی این همه شوریده نیستی. سرد و عبوسی. هیچی از باور نمیکنه که منصور از این حرفان بلد باشه. روز چهارشنبه سوری یادت میاد انقدر خشک و جدی و بد اخلاق بودی که دلم میخواست بپرسم در چه فکری هستی؟ چرا از همه عالم و مافیها فارغی؟ چه تصوراتی تو رو سرگرم کردی که از زندگی و شرکت در شادی دیگران غافل موندی؟ گفت راستی می‌خواستی بدونی؟ همون موقع که از روی آتیش میپریدی که موهات پریشون بود و صورت سرخ شده بود، همون موقع که اعتنایی به من نداشتی نگات میکردم و در نظرم مصداق مجسمه این شعر بودی. زلف آشفته و خو کرده و خندان لب و مست، پیرهن چوک غزلخوان و صراحی در دست. و میدونستم من رو در ته دلت میخوای که شاید خودت هنوز نمیدونستی. با ناز خندیدم. چه حرفا؟ من اون شب اصلا به تو فکرم نمیکردم. پس چرا به من اعتنا نمی‌کردی؟ چرا همه رو کشیدی که از روی آتیش بپرم به جز من؟ چرا خجستانه سر به سر من میذاشتم ولی تو من رو نادیده میگرفتی؟ اگه با دیگرانش بود میلی، سبوی من چرا بشکست لیلی؟ لبخند میزد و آروم صحبت میکرد. صداش محکم و مردونه و در عین پختگی تسکین بخش بود. دلم میخواست و حرف بزنه و من گوش کنم. او با اون لحن آروم و ملایم شعر حافظ بخونه و من بشنوم. دلم میخواست آتیش در بخاری دیواری هرگز خاموش نشه. سخنانش مهربان و ملایم بود و از معلومات عمیق و غنای فرهنگی و حکایت میکرد. روح خسته من که تشنه محبت و در جستجوی نوازش بود با گفتار شیرین او آرامش می‌یافت. نگاه عمیق و نوازشگرش مانند مرهمی زخمای دل من رو شفا می‌بخشید. میدونستم که میتونم به او متکی باشم. میدونستم که حمایتم خواهد کرد. مردی بود که برای همسر خودش احترام قائل بود. برام تار میزد. تنها برای من و برای دل خودش. روزهای زندگی آروم و بی‌شتاب مثل جویباری که در سراشیب میلغزه میگذشت. چراغ خونه نیمتاج فقط 1 ماه خاموش بود. روزی که نیمتاج با بچهای خودش و پسر اشرف از زیارت مشهد برگشتن ساعت 10 صبح بود. من راحت و آروم در کنار منصور خوابیده بودم. سر و صدای رفت آمد و جیغ و داد بچه‌ها بیدارمون کرد. منصور از جا پرید. از پشت پنجره بچه‌ها رو دید. یه روز زودتر اومده بودن. مثل برق لباس پوشید و در همون حال مرتب میگفت لباس بپوش محبوب، زود باش، خانم اومد، باید به دیدنش بریم. از تخت پایین پریدم. دور خودم میچرخیدم.
در گنجم رو باز و بسته می‌کردم تا لباس مناسبی پیدا کنم، سرم رو شونه کنم تا برم دست و روم رو بشورم. ولی خانم گفتن منصور دیوونه‌ام می‌کرد. این که میگفت باید به دیدار او بریم آزردم می‌کرد. احمق که نبودم، خوب میدونستم چه وظیفه‌ای دارم. پس کاش منصور دست از فرمان دادم برمی‌داشت و انقدر دست پاشم نمی‌کرد. با این همه لبخند می‌زدم. حالا داشتم کفشام رو می‌پوشیدم. چشم منصور جان، الان حاضر میشم. و در این حال خشم در درونم می‌جوشید. دلم می‌خواست تمام این زندگی رو با آتیش بکشم. آرایش نکردم. نمی‌خواستم زیاد به خودم برسم. لازم نبود. چه احتیاجی به خودنمایی داشتم وقتی که رقیب ضعف خود را پذیرفته باشه. وقتی که پیشاپیش باخته. منصور دوباره گفت مات رو جمع کن محبوب جان. نذار اینطور آشفته و پریشان باشه. نمیفهمیدم اگه واقعا اینقدر که میگه من رو میخواد چرا این همه سعی داره که دل نیمتاج رو به دست بیاره. دهنگو شدم و گفتم چشم منصور جان و به صورتش خندیدم. داشتم با موام ور میرفتم که کلفت نیمتاج پیغام آورد که خانم دارن به اینجا تشریف میارن. رفتن آبی به سر و صورتشون بزنن تا چند دقیقه دیگه به اینجا میرسن. تازه موام رو بسته بودم که در باز شد و خانومی با چادر نماز سفید گلدار وارد شد. از طرز رو گرفتنش فهمیدم که نیمتاجه. فقط چشاش بیرون بود و اون چشا گرچه بسیار درشت کشیده بود ولی باز هم لطمات آبله بر پلکا پیدا بود. سلام. صدا شاد و خندون بود. سنجاقی که با عجله بر موام زده بودم باز شد و موام رها شد. شاید اگه منصور انقدر تاکید نکرده بود سنجاق رو محکم‌تر می‌زدم یا به جای یک سنجاق 3-4 تا می‌زدم. گفتم می‌خواستم بیام خدمت شما. نگاهش سراپام رو برانداز کرد. چه فرقی میکنه؟ علاوه شما تازه عروس هستید، وظیفه من بود. در کلامش ذره‌ای رشک و تنها کنایه نبود. لحن کلامش خصم رو خلع اصلاح میکرد. منصور رو فراموش کردم. بفرمایید توی مهمونخونه، خدا مرگم بده. بخاری هم که روشن نیست. نه مزاحم نمیشم. میام توی اتاق نشیمن. همونجا زیر کرسی راحت تره. بفرمایید. قدم به چشم. قدش بلندتر از من بود. تقریبا هم قد منصور. زیر کرسی نشست. آتیش کرسی سرد شده بود. بخاری دیواری رو روشن کردم. نگاهش را بر پشتم، بر گیسوانم، بر سر و پام احساس می کردم. گفتم الان خدمت می رسم. باید ببخشید. کلفتم چای آماده کرده بود و آورد. شیرینی و سایر تنقلات رو هم آورد. زیر چشمی به من و او نگاهی کرد و رفت. بخاری گرم شد. منصور به سراغ بچه‌ها رفته بود. دوباره همون ظاهر جدی و عصا قورت داده رو به خودش گرفته بود. یه وری روی لحاف نشستم و تعارف کردم. خیلی خوش اومدید خانم بزرگ. و با به کار بردن این لقب نشون دادم که برتری او را قبول دارم. ساکت نگام کرد و گفت راستی که خیلی خوشگلی. و بعد بسته ای از زیر چادر بیرون کشید و به دست من داد. از آب گذشته است. سوغات مشهده. نبات بود و یا عالم زعفران. زحمت کشیدید. دست شما درد نکنه. آنگاه یک جعبه کوچیک رو توی سینی مسی بالای کرسی گذاشت. به زودتر از اینا خدمتتون میرسیدم برای عرض تبریک، ولی خب سفر بودم. این یک چشم روشنی ناقابله. قبولش کنید. جعبه رو باز کردم. یه سینه ریز طلا بود. رشوه بود، اعلام تسلیم بود. پیشکش حکمران ضعیفی بود به سلطان فاتح. دلم به حالش سوخت. آهسته زیر لب گفتم لازم نبود، واقعا لازم نبود. ناگهان خونه از هیاهوی پسرها پر شد. پسرها، پسر خودش، پسر اشرف خدا بیامرز، هر دو تر و تمیز، هر دو یکسان. هیچ تفاوتی بین این دو بچه نذاشته بود. به شک افتادم. برگ برنده در دست کی بود؟ من یا او؟ به خواهش من کلفتش رو فرستاد و خواست تا کلفتش ناهید رو بیاره. پسرها رو بوسیدم. هر دو در عین شیطنت بسیار مؤدب بودن. آشکارا خانومی که وظیفه مادری اونا رو به عهده داشت واقعا شایسته بود. ناهید رو آوردن و در آغوشم نهادن. دلم ضعف رفت. میخواستم مال من باشه. بچه من باشه. در بغل من غریبی نکرد. فقط خود رو به سوی تنقلات روی کرسی میکشید. هرچی میخواست به جنگ میآورد. از بس شیرین بود. از بس خواستنی بود. هرچی از هر کس میطلبید به جنگ میآورد. پسرها خسته بودن و رفتن. ناهید خوابید. لحاف کرسی رو روش کشیدم که سرما نخوره. نرم و لطیف بود. نمیدونم چی شد که هوس کردم با نیمتاش درد دل کنم. گفتم خوش به حالتون. یکی خورد. خوش به حال من؟ بله، با این بچه‌های ماشاءالله دستگاری که دارید. چشاش حالت محزونی به خود گرفت و ساکت شد. سپس آهسته چادر از سر برداشت و گفت خوب ببین که افسوس نخوری. تکون خوردم. آبله چه به روز آورده بود. در تمام صورت و گردنش و بناگوشش جای سالم نبود. از همه بدتر موهاش بود. میشد اونا رو دونه دونه شمرد.
بیچاره به اونا حنا بسته بود، به این امید که شاید پرپشت‌تر شه. حالا خوب میفهمیدم که چرا منصور از من میخواست موهام رو ببندم. احساس شرم کردم. حس کردم که آدم خبیثی هستم. از موهای بلند و پرپشتم خجالت کشیدم. تحت تاثیر شخصیت قوی و مهربان او قرار گرفتم. او را اخلاقاً از خودم برتر یافتم. قابل احترام یافتم. ناگهان مهرش در دلم نشست. نمیشد فهمید که در روزگار سلامت زشت بوده یا زیبا. فقط لبهای درشت و برجسته‌اش تا حدی از لطمه آبله در امان مونده بود. لبخند نرم و اندوهگینی زد و پرسید: باز هم خوش به حال من؟ بی اراده گفتم: منم مفسده هستم. بچه دار نمیشم. و اشک در چشمانم حلقه زد. میدونم. ساکت شد. آنگاه در حالی که سر به زیر انداخته بود آهسته گفت: اومدم خواهشی از شما بکنم. نخواهید من را از چشم منصور بندازید، چون من سوغلی او نیستم. مخصوصا حالا که شما رو میبینم. من بچه دارم. راضی نشید بچه‌ام بی پدرشن. در به درمون نکنید. فقط همین. در عین زشتی، در عین استیصال و درماندگی، در حالی که التماس میکرد، چنان شخصیت و وقاری داشت که شیفته شدم. گفتم: من غلط میکنم. از اولم میدونستم که شما بچه دارید. اگم آقا بخوان در حق شما کوتاهی کنم، من نمیذارم. اول من رو بیرون کنه، بعد هر چی دلش خواست با شما بکنه. از صمیم قلب میگفتم. ریا و تظاهر نبود. حتی در برابر او به خود اجازه نمیدادم شوهرم رو منصور خطاب کنم. نمیخواستم صمیمیت بین من و او رو احساس کنه. نمیخواستم زجر بکشه. گفتم: مبادا یک وقت فکر کنید من از منصور خواستم یک شب در میان پیش من باشه. من همینقدر که شوهری داشته باشم که سایه بالا سرم باشه، همینقدر که خدا این بچه رو به من داده، همینقدر که دیگه دشمن شاد نیستم، دیگه توقعی از اون ندارم. فقط یک احترام خشک و خالی، فقط اسمش روی من باشه، سایش بالا سر این بچه ها. گفتم: من راضی نمیشم خار به پای بچه های شما بره خانم، به پای هیچ بچه‌ای. من خودم یه پسر داشتم. و اشک به پهنای صورتم فرو ریخت. به خودم گفتم: ای زهر مار، دوباره به زرزر افتادی. باز جلوی خودت رو نگرفتی. دوباره. ولی این زخم کهنه درمان نمیشه. هیچ وقت درمان نمیشه. دست باچه شد و گفت: ببخشید ناراحتتون کردم اول صبحی. شما ناراحتم نکردید. خودم این عذاب رو برای خودم درست کردم. خودم این بدبخت رو به جون خریدم. روزی نیست که نگم عجب غلطی کردم. از جا برخاست، سر من رو بوسید و با لحنی صمیمانه گفت: خیلی دلشون میخواد به جای تو باشن. یکیش خود من. و چادر به سر کرد و رفت. تنها کنار کرسی نشستم و از پنجره به بیرون خیره شدم. از بازی سرنوشت حیرت زده بودم. ما 3 نفر مثلث مضحک و اندوهباری رو تشکیل میدادیم. همه چیز داشتیم و هیچ نداشتیم. نیمتاش فقط بچه میخواست و اینکه اسم شوهر روش باشه. سایه مردی بالا سرش باشه. بقیهش دیگه برای اون مهم نبود. منصور زنی جوان و زیبا میخواست که جبران چهره آبله زدی همسرش رو بکنه. و من که وای به حالم. شوهر داشتم و نداشتم. فرزند داشتم و نداشتم. حضورم در اون خونه لازم بود و نبودم در زندگی اونا بی تاثیر بود. 2 زن بودیم که هر یک مکمل دیگری و ناگزیر از تحمل رقیب بودیم. با وجود هم خوشبخت و از حضور یکدیگر ناشاد و در رنج بودیم. این بود تقدیری که برای من رقم خورده بود. و این قسمتی بود که با قلم من برای منصور و نیمتاش ثبت شده بود. در سرمای زمستون در گوشه دنجی که داشتیم در خونه کوچیک ته باغ ما گرم بودیم و من با داشتن کلفت و نوکر و باغبان کار چندانی نداشتم که انجام بدم. اصلا کاری نداشتم. دری از قسمت شمال به ساختمان خونه من باز میشد. قبل از در ایوان بود که در بهار گلهای کاغذی و توری و در تابستون گلهای پرگل یاس رو جا به جا در آنجا میذاشتم. داخل ساختمان پایگرد کوچیکی بود که من قالیچه میان اون انداخته بودم. کنار در میز چوبی منبت‌کاری شده نهاده و بر بالای اون آینه نسبتاً بزرگ برنزی نصب کرده بودم. همیشه روی این میز گلدان پرگلی قرار میدادم. در سمت چپ درست روبروی آینه یک جا لباسی از چوب گردو به دیوار نصب بود. بعد از میز و آینه دری بود که به مهمانخونه من گشوده میشد. اتاقها مملو از فرش و مبلمان سنگین بود و با تابلوهای نقاشی که منصور دوست داشت و خریده بود تزیین شده بود. خونه شکوه عارفانه‌ای داشت. با این همه من اندوهگین بودم. مثل روح سرگردان در این ساختمان پرسه می‌زدم و آرزو داشتم تمام این زندگی رو با پسر بچه‌ای کوچیک عوض کنم. پسری که عرقچین رنگارنگ به سر داشته باشه و کنار حوضه‌ها بازی کنه. منصور عاشق نقاشی بود، عاشق تار بود، عاشق کتاب بود و گهگاه اندکی می‌نوشید. در طرف چپ ساختمان 2 اتاق تو در تو قرار داشت که با یک در از هم جدا می شدن. اتاق خواب ما پنجره‌ای به باغ داشت و اتاق نشیمن که در پشت اون بود و از شرق نور می گرفت یک بخاری دیواری داشت که بعدها جای خود را به بخاری نفتی داد. من این اتاق رو خیلی دوست داشتم.
اتاق نسبتاً بزرگ بود. کنار پنجره یک نیمکت گذاشته بودم. 2 مبل سنگین در 2 طرف بخاری دیواری قرار داده بودم که مقابل هر یک میز کوچکی بود که با رومیزی‌هایی که خودم گلدوزی کرده بودم تزیین شده بود. با این همه زمستونا در مقابل بخاری دیواری یک کرسی کوچیکم میذاشتم. کرسی تمیز و با سلیقه‌ای بود که پای همه از دیدنش سست میشد. با اینکه کتابخونه منصور در خونه نیمتاج قرار داشت که خود اهل مطالعه بود، کتابایی نیز برای مطالعه در شب‌هایی که نزد من بود به ساختمان من آورده بود و در قسمت بالای اتاق روبروی پنجره در قفسه چیده بود. کتابایی که توجه هر شخص اهل خردی رو به خود جلب میکرد. زمستونایی که برف شمیران همه جا رو سفید پوش میکرد و باز دانه دانه از آسمان میبارید هنگام که نوبت من بود که یک شب در میان نوبت من بود. براش چای درست میکردم. با دست خود غذایی رو که دوست داشت در آشپزخانه کوچیک عقب ساختمون رو به حیاط خلوت میپختم. شیرینی هایی رو که خودم پخته بودم و حالا به دلیل بیکاری و تنها بودن در پختن اون استاد شده بودم روی کرسی میان سینی مسی میذاشتم. لباسای زیبا میپوشیدم، عطر میزدم، موهام رو تا کمر میریختم تا او بیاد. میومد و مینشست. دیگه عبوس نبود. دیگه عصا داده نبود. از در که وارد میشد نرم میشد، شیدا میشد و صدا میزد محبوب جان. و من از حسد میمردم که آیا نیمتاج رو هم اینطوری صدا میکنه با همین لحن. او هم جام میگه در مقابل من که او رو خانم صدا میزد، ولی من رو هم در حضور او خانم خطاب میکرد. خودم از این حسادت بیجا تعجب میکردم. اگه دلباختی منصور نبودم، پس چرا تمام وجود او رو میخواستم؟ قلب و روح او رو یک جا میخواستم. میخواستم منحصراً به من تعلق داشته باشه، فقط ناز منو بکشه. خوی زنانه در من سر برداشته بود، مانند هر زنی یا شاید شدیدتر از هر زنی انحصار طلب شده بودم. می نشست و من را تماشا می کرد. شام می خورد، کتاب می خوند و باز دوباره به من خیره می شد که راه میرم، کار می کنم، ظرفا رو می چینم و جمع می کنم. می خندم یا دلگیر می شم. می گفت مبادا موهات رو کوتاه کنی محبوبه، بذار روشونهات بریزه. و هر وقت صدا می کرد محبوب جان، به یاد رحیم می افتادم و انگشت ندامت به دندان می گزیدم. اگه با خودم اینطور رفتار نکرده بودم، اگه اون انتخاب غلط رو نکرده بودم، حالا خانم کوچیک نبودم، عقیم نبودم، حالا بچه منصور رو در آغوش داشتم. گرچه بچهای اون نیز مانند فرزند خودم بودم، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین است تا آسمان. هر روز که نوبت نیمتاج بود به خودم میگفتم خودت رو به دامن نیمتاج انداختی و هر روزی که نوبت من بود دلم از شادی دیدار و تصاحب او و همصحبتی او پر میشد. به خود میگفتم این احساس از عشق نیست، به خاطر میل برتری جویی بر نیمتاجه. ولی کسی در درونم فریاد میکشید جواهر گرانبهایی را از دست دادی، برای خودت شریک تراشیدی و حالا مجازات میشی. من برای مجازات گردن نهادم. منصور پیش من میومد و برام تار میزد. منصور جان یواش بزن، نیمتاج میشنوه و ناراحت میشه. میخواست کنارم بشینه. منصور جان پرده رو ببند، نیمتاج میبینه گناه داره. روزایی که منصور دنبال کارش میرفت بچه آزادان و دوان دوان نزد من میومدن. دور و برم اونقدر شیرین زبانی میکردن که هرچه از تنقلات در خونه داشتم در اختیارشون میذاشتم. تا به سونا منوچهرم به این خیلی بیخیال ملحق میشد. من از صدای جیغ و داد کودکانه و شیطنت و بازیگوشی اونا لذت میبردم و با حسرت تماشاشون میکردم. بی اراده کیسه کیسه گندم شاهدونه میخریدم و همه بچه ها میدونستن که اگه هوس گندم شاهدونه دارن باید پیش من بیان. بچه ها باهوشن. اونا خوب میدونستن که من شیفتی اونام و اونا هم من رو به شدت دوست داشتن. دستور غذا با نیمتاج بود. استخدام و اخراج نوکر و کلفت با نیمتاج بود. تربیت بچه‌ها با نیمتاج بود. وقتی بچه‌ها به سراغم می اومدن ناهیدم تاتی کنم دنبالشون میدوید. آن قسمت از ساختمون که به نیمتاج تعلق داشت 2 طبقه و بسیار وسیع‌تر و مجلل‌تر از منزل من بود. زیرا که نیمتاج بچه داشت و من نداشتم. من اغلب به اون طرف میرفتم. نیمتاج کمتر به ساختمان من میومد، نه از روی بدجنسی که از سر گرفتاری. او تو خونه فقط روسری به سر میکرد و روی خود را از هیچ کس پنهان نمیکرد. کلفت نیمتاج که خود نیمتاج رو هم بزرگ کرده بود و او رو بی‌نهایت دوست داشت، به دیدن من رو ترش میکرد. در اون خونه او تنها کسی بود که دل خوشی از من نداشت. گاه به بچه‌ها درس میدادم. با ناهید بازی میکردم که دندون در میآورد و دلش میخواست دست من رو گاز بگیره. بچه‌ها بزرگ میشدن و بزرگتر و پیر میشدن و پیرها مثل پدرم. تلفن مغناطیسی زنگ زد. بچه‌ها بر سر برداشتن اون به سر کول یکدیگر میزدن و دستشون به تلفن نمیرسید. خانم جانم بود. دلم فرو ریخت. میدونستم آقا جانم مریض هستن. اغلب به عیادتشون میرفتم. ولی در آن روز مادرم با صدای گرفته گفت که پدرم من رو خواسته. دخترش رو خواسته بود.
هنگامی که با شبلت سیاه‌رنگ منصور به اونجا رسیدیم، همه قبل از ما اونجا بودن. پدرم یک یک فرزندانش رو میخواست و با اونا حرف میزد. هر یک به نوبه با چشای گریون از اتاق و خارج میشدن. پدرم من رو صدا کرد و پرسید محبوب نیومده؟ داخل شدم. منصور همراه هم بود. پدرم گفت اومدی دخترم؟ کنار تختش زانو زدم. بله آقا جانم. حالتون چطوره؟ خراب دختر جان، خیلی خراب. باز شونم میلرزید. کی اشک من رو رها میکرد؟ نمیدونستم. گفتم آقا جان. گفت گریه نکن دختر جان، مرگ حقه. نه من که گریه نمیکنم. منصور کنار تخت پدرم نشست. چشای او هم سرخ بود. دست پدرم رو گرفت. سلام عمو جان. پیر بشی پسرم. محبوب رو به دست تو میسپارم. خیالم راحته که از او سرپرستی میکنی. میدونی وقتی با محبوب ازدواج کردی چقدر سربلندم کردی؟ منصور لبخند محزونی زد. این حرفا رو نزنید عمو جان. نه تعارف نکن. گوش کن. من خونه ای رو که سابقا برات خریده بودم محبوبه و برای طلاق گرفتن به اسم من کردی فروختم. کار بدی کردم؟ منظره پسرم زیر ملافه سفید کنار دیوار در نظرم مجسم شد. کاش میتونستم اون تکه از زمین فضای خونه رو قیچی کنم و با خودم بردارم. اون وقت اون رو هم توی این صندوقچه میذاشتم. گفتم نه آقا جان، کار خوبی کردید. پدرم که از طرف من وکالت تام داشت گفت در عوض در قلهک یه تکه زمین برات خریدم کنار باغ خودمون. البته کمی هم پول از خودم روی اون گذاشتم. 400 یا 500 متر بیشتر نیست، ولی بالاخره اینم برای خودش چیزیه. خواستم بدونم راضی هستی؟ همیشه از شما راضیم آقا جان. محبوب نظر منوشه قصه بخوره. به خواهراتم گفتم منوشه باید تحصیل کنه، باید هر جا که لازم باشه بره. از خرج مضایقه نکنید، البته از سهم خودش، ولی باید به بهترین مدارس بره. من تو رو مسئول اون میکنم. اول حرف تو و بعد نظر مادرت. شاید بخواد بره فرنگ و مادرت از روی عاطفه مادری رضایت نده، ولی تو باید پشتش بایستی. هر کار صحیحی که بخواد بکنه مختاره. هر کار که باعث ترقی و پیشرفتش باشه. تو مسئول او هستی. تو جانشین من در این مورد هستی. فهمیدی؟ فهمیده بودم که باید منوچهر رو به چشم پسرم نگاه کنم، به چشم پسری که دیگه وجود نداشت. ولی گریه امونم نمیداد که نفس بکشم، چه برسه به اون صحبت کنم. منصور گفت عمو جان من رو هم قبول دارید؟ من از جانب محبوبه و خودم قول میدم. خیالتون راحت باشه. پدرم گفت پیرشی پسرم، خیال من راحت. سکوت کرد و آنگاه وصیت کرد. آنچه از اموالش به من و منوچهر مربوط میشد یکی یکی توضیح داد، گرچه قبلا رسما ثبت کرده بود. آنگاه گفت محبوب جان میدونم که اغلب به سراغ اسمت خانم میری، ولی سفارش میکنم بازم به او سر بزنی. از کمک به او و پسرش مضایقه نکن. کسی رو ندارم. البته که میرم آقا جان. اگه شما هم نمیگفتید من اونا رو ول نمیکردم. خندید و دست بر سرم کشید و گفت هنوزم آتیش پاره ای؟ حالا بلند شو برو، میخوام بخوابم. اشک رحم نمیکرد. بلند شو دختری نداره یعنی چی؟ من که هنوز جلو رودم. ببخشید. از جا برخاستم. صحنه شب‌های شعر حافظ، شب تولد منوچهر، روز عقدم خونه حسن خان، روزی که رحیم برای طلاق به خونه ما اومد و فریادهای پدرم همه به ترتیب از مقابل چشمم رژه رفتن. بالاتر از همه فحش‌های رحیم به یادم اومد، ناسزاهایی که من رو بدان خطاب میکرد، که به من میگفت پدر سگ، پدر سوخته، که به این مرد شریف بیازار ناسزا میگفت. ناگهان آرزو کردم اینجا بود تا شاهرگش رو میزدم. خم شدم. هنوز دستم در دست پدرم بود. پرسیدم آقا جان. دوباره بغض راه گلوم رو گرفت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم آقا جان من رو بخشیدید؟ کاش لال میشدم و نمیپرسیدم. اشک در چشاش حلقه زد. دست من روسیا رو محکم فشرد، بالا برد و پشت دستم رو بوسید. دوباره زندگی روی قلتک همیشگی افتاده بود. دوباره بهار و پاییز و زمستان و تابستان و من دیوونه بودم. بچه میخواستم و ممکن نبود. چرا باید همیشه در آرزوی چیزی باشم که محاله؟ به دنبال معالجه رفتم. معالجات خونگی شروع کردم. هرچی گفت انجام دادم. با جایی بی سواد، پیرزنا، جادو و جنبل. هیچ کدوم فایده نداشت. خودم هم از اول میدونستم. خودم بهتر از همه میدونستم که چه به روز خودم آوردم. میترسیدم به سراغ پزشکان تحصیل کرده برم. جواب اونا رو از قبل میدونستم. با همه اینا به منصور گفتم که میخوام به طور جدی به دنبال معالجه برم. خندید و گفت چه کار خوبی میکنی محبوب جان. ولی چندان مشتاق به نظر نمیرسید. احساس میکردم که براش
بی‌تفاوته. این حرفا رو فقط به خاطر دل من میزد. او بچه داشت، کمبودی نداشت. این رو خوب میدونست، اما خونم رو میخورد. نیمتاج میدونست که به دنبال معالجم و نگرانی از چشاش میبارید. از شوهر خجسته کمک خواستم. من را به چند همکار متخصص خود معرفی کرد. میرفتم و با نگرانی در اتاق انتظار اونا مینشستم. بوی دارو در دماغم میپیچید و امیدوارم میکرد. دلم ماننده همان روزی که شادمان برای سقط جنین به جنوب شهر رفتن میتپید و میخواست از حلقومم خارج شه. پزشکان مؤدب و مهربان بودند. در ابتدا همه لبخند میزدند، خوشبین بودند. میگفتن برای خانمی به جوانی من جای امیدواریه. ولی بعد از مدتی وقتی معاینه میشدم، وقتی از داروهاشون استفاده میکردم و نتیجه نمیگرفتم، لبخند از چهرههاشون رخت برمیبست. عبوس و جدی میشدن، سری از روی تأسف تکون میدادن و منومه میکردن. من به دهن اونا خیره میشدم. انگار میخواستم پاسخ مثبت رو از اون بیرون بکشم. انگار محکومی بودم که منتظر کلام آخر قاضی بود. فرمان عفو یا دستور مرگ. اونا که حالت من رو در میافتن پشت به من میکردن که چشماشون در چشمم نیفته و با آرامی میگفتن که نباید ناامید بشم، که خدا بزرگه که اگه بخواد همه چیز ممکن خواهد شد. باز پزشکی دیگر و دوره طولانی معالجه و دوباره همون جواب. چنان از پای در اومدم که دست از همه چیز شستم. بیمار شده بودم، حساس و دلنازک شده بودم، تندخو شده بودم، ولی فقط نسبت به معذور. در برابر سایرین جلوی خودم رو میگرفتم، حرمت نیمتاش رو حفظ میکردم، خودداری میکردم و فقط شبا کنار منظور اشک میریختم. روزگار رو به کامش تلخ میکردم و خود میترسیدم که بیش از پیش به آغوش نیمتاش پناه ببرم. عاقبت به نصحت روی آوردم. نصحت دارم از غصه میمیرم. غمگین نگام کرد. نکن محبوب، با خودت این کار رو نکن. صدام بلند شد. چی کار نکنم؟ دست خودم نیست. به نیمتاش حسادت میکنم. دلم میخواد منصور زجر بکشه و خوش نباشه. میخوام منصور فقط مال من باشه، فقط با من زندگی کنه. نصحت کلامم را قطع کرد و با لحنی سرزنش برو در این حال پندآموز گفت محبوب بدت نیادا، ولی تو پرخاشجو شدی، آشوب طلب شدی، دنبال دردسر میگردی، مثل اینکه آرامش به تو نیومده، مثل مادر شوهرش شدی، مثل مادر رحیم. آقا جان و خانم جان ما رو اینطور پر نیاوردن. این رفتار از تو بعیده. زورگو شدی، دنبال بهونه میگردی که گناه خودت رو به گردن این اون بندازی. دلت میخواد آدمای مظلوم رو اذیت کنی. به نیمتاج بیچاره‌ام که حتما هر لحظه دیدار تو، دیدار سر و رو بر موی تو براش عذابه، حسادت میکنی. این مصیبت تقصیر خودته، باید اون رو به گردن بگیری. خود کرده رو تدبیر نیست. راست میگفت، درست همون چیز رو میگفت که قبلا خودم 100 بار به خودم گفته بودم. ناله کنم پرسیدم پس چی کنم نصحت؟ بگو چی کار کنم؟ برو سفر، 1-2 ماه از تهران برو، از خونه و زندگی دور شو، برو مشهد، برو امام رضا دخیل ببند، شاید حاجتت رواشه. برو استخون سبا کن تا هم تو قدر منصور رو بیشتر بدونی، هم اون قدر تو رو. پوزخند تلخی زدم. فکر نمی کنم بود و نبوده من برای تفاوتی داشته باشم. نسبت به من چشم قاره رفت. منصور حیرت زده پرسید 2 ماه؟ آره منصور، 2 ماه باید برم، باید آروم شم. با لبخندی مهربان به من نگریست. تو آروم میشی؟ من که باور نمی کنم. من آدمی آتشی مزاجتر از تو ندیدم. آرامشی در کارت نیست. و خندید و ادامه داد همینه که وجود من را میسوزونه. با دایی جانم راه افتادی. تنها کسی بود که درد من را میفهمید و در اون شریک بود. تنها کسی بود که پسر من رو دیده بود. در منزل تر و تمیز یکی از منسوبین دور مادرم اقامت کردیم. هر روز کار من رفتم به حرم بود. ساعتا می نشستم و به ذریح خیره می شدم. انگار ارتباط قلبی بین من و این ذریح برقرار شده بود. انگار با نگاهم تمام درونم رو بیرون می ریختم و آروم می شدم. 1 ماه اول هر روز و هر شب از خدا از امام رضا شفا میخواستم. فقط یک پسر، فقط یکی. هر روز تکرار یک خواهش، مثل اینکه ذکر گرفتم. هر روز صبح میگفتم دایی جان دیشب خواب کبوتر دیدم. خیر است مادر، بچه دار میشی. دایی جان خواب استخر آب زلالی رو دیدم. انشالله خیر، درمان میشی مادر، آب روشناییه. دایی جان خواب یک آقای نورانی رو دیدم. یک آینه به من داد. به به، شفات رو از امام رضا گرفتی. بعد کم کم چشمم بر واقعیات گشوده شد. حقیقت رو میپذیرفتم، به تدریج و با تأنی. انگار کسی با منطقی فیلسوفانه من رو آروم کرده باشه. انگار کسی با پند و اندرزی حکیمانه دلداریم داده باشه، تسکینم داده باشه. میترسیدم این آرامش موقتی باشه. این آبی که ناگهان بر آتیش درونم پاشیده شده بود، با برگشتن به تهران و با دور شدن از امام رضا به یکباره چون حبابی که بر آب است بترکد. شعله درونم باز سر برکشد و من رو بسوزاند.
روزگارم رو سیاه کند. از خودم اطمینان نداشتم. از احساسات تند خودم وحشت داشتم. در ماه دوم هر روز و هر شب ذکر میگفتم ای امام رضا، دلم رو آروم کن، این که دیگه میشه، این که دیگه مشکل نیست. قلب دیوانه من رو سرد کن، یا از مرگ سردم کن یا آتیش دلم رو سرد کن. دیگه اشک نمیریختم، التماس نمیکردم. به تسلیم و رضایی عارفانه رسیده بودم. بیچارگی خود رو با استیصال پذیرفته بودم و هنگامی که باز میگشتم مشتاق دیدار منصور بودم. به تهران و به شمیران رسیدم. همه به استقبالم اومدن. بچه‌ها که شادمانه انتظار سوغات داشتن و ذوق می‌کردن. ناهید که روز به روز خوشگل‌تر می‌شد و نیمتاش که شرمسار می‌خندید و میگفت جای من خیلی خالی بوده. منصور در خونه نبود. وقتی رسید که همه ما در ساختمان نیمتاش دور میز غذا جمع شده بودیم. مثل همیشه سرد و جدی وارد شد. انگار فراموش کرده بود که من در سفره بودم. اول به نیمتاش سلام کرد. جواب سلام بچه‌ها رو داد و انگار رو به من که مثل خدا و جدی و متین نشسته بودم کرد و گفت و رسیدن شما به خیر. خوش گذشت. نمیدانم چرا به یاد شب چهارشنبه زوری افتادم. به یاد اگه با دیگرانش بود میلی، سبوی من چرا بشکست لیلی. با همون حالت رسمی پاسخ دادم به خوشی شما بد نبود. در زیر نور چراغ سقفی دیدم که رگ‌های سفید کم و بیشی در سرش ظاهر شده. کم کم ماهی جلوی پیشانیش هم کم پشت میشد. چارشونه تر شده بود. اندکی چاق‌تر. بچه همگی سالم و با نشاط بودن. پسر اشرف مثل همیشه ناآروم بود. شیطنت میکرد. از زیر میز پای برادرش رو لگد میکرد. روبان سر ناهید رو میکشید و صدای اونا رو در میآورد. همه حتی نیمتاش شاداب و خوشاب و رنگ و چاق و فربهتر از پیش به نظر میرسیدن. انگار غیبت من برای همه مختنم بوده. لبخند ملایمی بر گوشه لبم نشست. منصور نگاهی به سویم افکن که برق تعجب رو در اون دیدم. فقط یک لحظه. بعد دوباره همون نگاه سرد و جدی که بیانگر فاصله و برتری رئیس خانواده بر اهل بیتش بود. جای اون رو گرفت. خوب میدونستم در زیر این چهره خشک و سردش آتیش التهاب زبانه میکشه. آتیشی که به مجرد ورود او به اتاق من سر برمیداره و این مرد سرد و بی‌تفاوت رو نرم و هیجان زده و شیدا میکنه. وقتی شب بخیر گفتم و به ساختمان خودم رفتم، منصور اونقدر در مطالعه روزنامه غرق بود که حتی جواب من رو هم نداد. در اتاقم آرام توی مبل لم داده بودم. پیراهن راه آبی و صورتی که دامنی بلند داشت به تن داشتم. گیسوانم رو بر شونم ریخته بودم. گردنبند اشرفی رو که منصور به من داده بود به گردن داشتم. من این گردنبند رو خیلی دوست داشتم. نه به خاطر اینکه قیمتی بود، بلکه به خاطر اینکه هدیه منصور بود. آرام از در وارد شد و در اتاق رو پشت سرش بست. خیره به من نگاه میکرد. انگار یک مجسمه چینی رو تماشا و تحسین میکنه. محو جمال من شده بود. دستم رو دراز کردم. موتی و مشتاق نزدیکم اومد و بازوانش رو از هم گشود. فقط گفت دیگه تا وقتی که من زنده هستم نباید بی من به سفر بری. خندیدم. چراغ روشن بود. بر مخده‌ای که به جای کرسی گذاشته بودم نشسته بود و تار میزد و اندک اندک می نوشید. گفتم منصور، ناهید دختر خوشگلی میشه. جوری از نوشابش نوشید و بیخیال پاسخ داد آره، شکل مادرش میشه. اگه آبله نگرفته بود زن خوشگلی بود. ناهید به مادرش رفته. گفتم و از حسد داغ شدم. سرش گرم شده بود. پرحرف شده بود. گفت بیچاره زشت نبوده. آبله او را از بین برده. تا سرشوناش غرق آبله است. پس بقیه اندامش سالم بود. پس هیکلش شکیل و زیبا بود. حتما بود. با قد بلند و باریکی که داشت، با اون پوست سفید وقتی که راه میرفت میخرامید. رفتارش، قدم برداشتنش شازدوار بود و هر کس او را از پشت میدید کنجکاو میشد که چهره این هیکل زیبا رو ببینه. که اینطور حرفی از تن و بدنش نمیزد. پس زیبا بود. پس قشنگه. گفتم ولی مثل اینکه چاق شده. بی‌اعتنا، بی‌تفاوت و شاید با بی‌علاقگی گفت آخه دوباره حامل است. ضربه بر سرم فرود اومد. رشک و غضب در درونم سر برداشت. اون همه دعا عبادت، اون آرامش صوفیانه دود شد و به هوا رفت. باز خصلت زنانه در دلم جوشید. میل به تملک، مشتاق اول بودن. بیمیل به اون که مرد زندگی خود رو با دیگری تقسیم کنم. در انتظار اون که قلبی که در سینه همسرم بود فقط به خاطر من بتبه. انتظار ساده‌ای که از روز اول برای من ممنوع شده بود. میوه رو خورد و از بهش رونده شده بودم. چه انتظاری داشتم؟ چرا خودم رو گول می‌زدم؟ چرا نمیخواستم باور کنم که منصور او رو نیز در کنار داره؟
مثل زنی بودم که برای نخستین بار مچ همسر خود رو در حین ارتکاب خیانت میگیره، ولی سعی کردم خود رو آروم کنم. دیگه نمیخواستم سر خودم کلا بذارم. چند ماهشه؟ 3 ماهش تموم شده. درست. پس همون هنگام که من پاشنه مطب پزشکا رو از پا در می آوردم، منصور در کنار رو به ریش من میخندیده. همون شبها و روزها که من در مشهد به درگاه خداوند تضرع میکردم، نیمتاش ویار داشت و برای منصور ناز میکرده. من رو بازی میدادن. مغزم جوشید. گفتم مبارکه. از فرط ناراحتی و حسرت صدام دورگه شده بود. منصور نفهمید یا به روی خودش نیاورد. از جا برخاستم تا از اتاق بیرون برم. منصور گفت محبوب بیا بشین پهلوی من. سرم درد میکنه منصور، میرم بخوابم. عاشقانه نگام کرد و با سرزنش گفت اونم امشب که من اینجام. احساس میکرد که غضبناکم و خوب میدونست چرا. خودم بیش از او از این حسد در شگفت بودم. آیا این فقط خوی زنانه من بود یا کم کم پابند منصور میشد؟ آیا اندک اندک با علاقه من شده بودم؟ بله، دوباره عاشق میشدم. این بار ملایم و نرم نرمک. شراب داشت جا میافتاد. برای همین دوباره حسود شده بودم. بیخود نبود که شبها با امید و مینشستم و روزها به شوق و از خواب برمیخواستم. عادت نبود، محبت بود. محبتی که حتی نمیخواستم به خود نیز اقرار کنم. میترسیدم که عاشق بشم و نمیدونستم که شدم. هنوز جسمم جوان بود و با روح خستم جدال میکردم. از جسم خود نیز وحشت داشتم، زیرا که میدیدم بر من پیروز شده. قلبم دوباره گرم شده بود و من را که آرزو داشتم ترک دنیا کنم و گوشی خلوت بگیرم، با خود به میان لذت‌ها و شیرینی‌های حیات می‌کشید، ولی این بار آروم و آهسته، پخته و سنجیده. آیا گوشه‌ای از دعاها مستجاب شده بود؟ به سوی در برگشتم. منصور التماس کرد. از من رو برنگردون محبوبه. گفتم یه شب که 1000 شب نمیشه رحیم جان. و بلافاصله زبانم رو گاز گرفتم. مثل برق زده ها خشکش زد. به من خیره شد. من نیز به او. بعد تار رو بر زمین کوبید. در دل گفتم شکست. جلو اومد و شونه‌هام رو گرفت و گفت به من نگاه کن. خوب به من نگاه کن. من منصورم. رحیم نیستم. اون نیستم که میخوای. اینی هستم که گرفتارش شدی. همون که از او فراری. شونه من رو رها کرد و به قدم زدن پرداخت. یک دست رو بر لبه در تکیه داد و با دست دیگر پیشونی خود رو فشرد. ترس حرف زدن من رو تقلید کرد. منصور جان چراغ رو خاموش کن. تار نزن. پرده رو بکش. این رو نکن. نخند. بمیر. نیمتاج میشنوه. اینا بهونه است محبوبه. همه اینا بهونه است. من رو نمیخوای. میدونم. ولی چه کنم که نصف اونقدری که من تو رو میخوام تو هم به من میل پیدا کنی. این رو دیگه نمیدونم. دلم میخواد هر چه دارم بدم تو عاشقم بشی. از همون اول که من رو رد کردی حسرت رحیم جان تو رو خوردم تا امروز. من به قول خودت با این تنگ و فنگ حسرت داشتم که جای او باشم. بگو محبوبه، بگو چه کنم که من رو بخوای. حسادت داره مثل خوره من رو میخوره. خشمگین بود، صداش میلرزید ولی نره نمیزد، فحش نمیداد، کتک نمیزد. دعوا و مرافعه‌اش هم متین بود ولی من هم چندان آرام نبودم. خشمناک بودم. از کوره در رفته بودم و هنوز در اثر زندگی در خونه رحیم وحشی بودم. زمان لازم بود تا آروم شم. گفتم اشتباه کردم منصور. این اسم از دهنم پرید. 7 سال با او زندگی کردم. نه به خوشی ولی هر روز صداش میکردم به حکم اجبار. عادت کرده بودم. حالم نه سر علاقه بلکه از روی عادت از دهنم پرید. تا حسودی؟ پس من چی بگم؟ من آدم نیستم. من دل ندارم. مگه من از آهنم؟ تو ملاحظه من رو میکنی؟ زنت حامل است. من در به در مطب پزشکا بودم و تو اون طرف سرگرم او بودی. من میبینم و دم بر نمیارم. نه که گله‌مند باشم، نه اینکه اون زن بدی باشه. فقط از بدبختی منه. دست خودم نیست. درج میکشم. تا کی بسوزم و بسازم. نمیتونم تو رو در کنار او در اتاق ببینم. ببین من چی هستم منصور. یه خاشاک در باد. من چی دارم؟ بچهای تو رو دوست دارم. منوچهر رو دوست دارم ولی از خودم هیچی ندارم. هیچ کس وابسته من نیست. بود و نبود من تفاوتی نداره. هر روز از خودم میپرسم محبوب اینجا چیکار میکنی؟ میونه این خانواده مثل استخون لای زخم چیکار میکنی؟ به خودم میگم مایه سرگرمی، الحق که خوب اسمی رود گذاشتن. همون محبوبه شبی، ولی باز صدای پای تو رو میشنوم و دلم میلرزه. باز منتظرتم و از دیدن تاریک شبها مینوازی، از دیدن کتابات، کلاهت، عصات، پیراهنت که روی تخت افتاده به یادت میافتم و دلم آروم میگیره. سعی میکنم خودم رو با اون نیمی وجودت که به من تعلق داره راضی و خرسند نگه دارم. روزگاری رحیم رو دیوونه‌وار دوست داشتم ولی حالا از او، از خودم و از این دنیا بیزارم. به خاطر این کج سلیقگی که به خرج دادم هرگز خودم را نمیبخشم. ولی نمیدونم شاید اسم رحیم برای من مظهر عشق باشه. معنای محبت بده.
شاید وقتی به تو میگم رحیم جان یعنی تو رو دوست دارم، یعنی جز تو هیچ کس و هیچ چیز ندارم. من مثل نیمتاج نیستم. این منم که فقط تو رو دارم، به تو وابستم و از صمیم قلب تو رو میخوام. دروغ نمیگم. دیگه این احساس داغ گذشته در من زنده نمیشه. کاش میشد ولی نمیشه. با این همه اگه به ذوق تو از خواب بیدار شدن و اگه شبها تو رو به خواب دیدن عشق نیست، پس چیه؟ پس عشق یعنی چی؟ چرا بی‌انصافی میکنی؟ اگه از حسد سوختن و به روی خود نیاوردن، اگه زجر کشیدن برای اینکه تو راحت باشی، تو خوش باشی، عشق نیست، پس چیه؟ اگه هنگامی که با غضب بر سرم فریاد میکشی و در همون لحظه من آرزو میکنم که در کنارت باشم، عشق نیست، پس چیه؟ به من فرصت بده، درد من رو بفهم. کاش میتونستم اونطور که 1 سال رحیم رو دوست داشتم تو رو دوست داشته باشم، اونطور کور و کر، اونطور چشم و گوش بسته، اونطور وحشی و افسار گسیخته. ولی اون که عشق نبود، هوس بود. منصور، هوس که مثل برق زد و سوخت. منصور مات و متحیر به من نگاه میکرد و من گیج و بهت زده به او. آنگاه تازه دریافتم که چی گفتم، چه کردم. تازه فلسفه 6-7 سال زجر کشیدم برام روشن شد و آروم مثل کسی که در خواب حرف میزنه گفتم آره منصور، تازه میفهمم. راستی که هوس بود. منصور رفت و آهسته روی مبل نشست. آروم شده بود. سر را به کف دست و آرنج‌ها را به زانو تکیه داده بود. پیراهن و شلوار و جلیقه به تن داشت. شریف بود. با شخصیت بود. دوستش داشتم. خیلی زیاد. آروم و افسرده گفت ولی من تو رو اونطور دوست دارم. همونطور دیوونه‌وار. خدا لعنتت کنه محبوبه. ببین با خودت و با من چی کار کردی؟ خیال میکنی من بی تو خوشم، با تو خوشم، از این وضع، از این زندگی راضیم. با دست راست اشاره به ساختمون کرد و ادامه داد روزی 100 بار میگم ای کاش محبوبه حامله میشد، ای کاش این بچه مال اون بود. شبها چشام رو میبندم تا تو رو در وجود نیمتاج جستجو کنم. خیال میکنی آسونه؟ من آدمی که ادعای روشنفکری داره 2 تا زن داشته باشم، با یکی از مهمون پذیرایی کنم، با دیگری به کوچه و خیابون برم، به مهمونی برم، به کافه برم، از زنهای جور و جور، بچهای جور و جور داشته باشم. همه اینها رو تو به سر من آوردی. تو من رو هم بیچاره کردی محبوبه. ولی نمیدونم با همه این بلایی که سرم آوردی، با این اخلاق تند و تیزت، چرا باز انقدر تو رو میخوام. انگار که مهره مار داری. میبینم که خوب با نیمتاج میسازی، خانومی میکنی. دلم میخواست نیمتاج ناسازگار از آب در میومد، طلاقش میدادم و خلاص میشدم. ولی چی کنم که مظلومه، بیازاره، از روی عشق علاقه با او زندگی نمیکنم. دلم به حالش میسوزه. او هم از من انتظار و محبت نداره. من خودم رو مذاب میکشم. تحمل زنی که با ترحم به نزدش میرم نه با تمایل کم زجرآور نیست. پس تو دیگه عذابم نده، بیچاره ترم نکن. ساکت شد و از جا برخاست. شروع به قدم زدن کرد. اصلا متوجه اطرافش نبود. پاش به تار خورد و صدا کرد. حتی خم نشد تار رو برداره. غرق فکر بود. مثل اینکه نمیدونست از کجا باید شروع کنه. سرانجام رو به من کرد و ادامه داد. یادت میاد چقدر بیرحمانه به من گفتی که من رو نمیخوای؟ که یک شاگرد نجار رو به من ترجیح دادی؟ میدونی چه به روزم آوردی؟ نه. تو فقط به فکر خودت بودی. فقط تو مهم بودی و خواسته‌هات. دلم میخواست اختیارت رو داشتم و نمیدونستم چرا این رو هم میخوام. برای اینکه زیر پا خوردت کنم یا در آغوشت بکشم. میدونی که اون روز سوار اسب شدم و تا اسب تاختم و وقتی صورتم از اشک تر شد خودم هم تعجب کردم. میدونی دلم نمیخواست به خونه برگردم. به شابدالعظیم رفتم و 2 روز اونجا موندم. میخواستم جایی باشم که غریب باشم. کسی از من سوال و جواب نکنه که دردم، درد غرور جریحه دار شدم، درد عشق بیرحم تو آروم آروم فروکش کنه. میدونی که 2 ماه پاییز اون سال رو در باغ شمیران سپری کردم. روزها با تظاهر به بیخیالی سراغ مادرم میرفتم تا از کنجکاوی‌ها و سوال و جواباش آسوده باشم که نگاه غم گرفت و حیرت زده پدرم را نبینم و شبا به شمیران باز میگشتم. این همه رو راه میومدم و مینشستم و تار میزدم. پدر نیمتاج که چراغ خونه ما رو روشن دیده بود از باغ مجاور به سراغم میومد. مینشستیم و گفتگو میکردیم. یا من به خونه اونا میرفتم. مرد فاضلی بود. از من نپرسی چه ناراحتی دارم، چه دردی در سینم دارم. ولی سخنان عارفانه برام میگفت. فلسفه میبافت و میگفت بگذرد این روزگار تختر از زهر. بار دیگر روزگار چون شکر آید. من میخندیدم و میگفتم هاری شود ولی به خون جگر شود. دوستان عزیز، به پایان ویدیو رسیدیم. به این قسمت چه نمره‌ای میدید؟ من کامنت ها رو میخونم و واقعاً برام جالبه بدونم نظر کلی شما درباره این قسمت چیه. چون بعضی وقتا میبینم قسمتی که من خیلی دوست داشتم شما اصلاً ازش راضی نبودید و برعکس.
اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید، ممنونم که وقت گذاشتید و ویدیو رو دیدید. اگه این مدل ویدیوها رو دوست دارید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید تا قسمت‌های بعدی رو هم با هم دنبال کنیم. منتظر نظرات و پیش‌بینیاتون توی کامنت‌ها هستم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.